با سلام خدمت همه دوستان. میخوام در مورد آیین‌ها و باورداشت‌های شب چله در گیلان صحبت بکنیم. خب اسمش هست شب چله. چرا بهش بگیم چله؟ چون در گاه شماری ما و تقویم ما زمستان که شروع میشه یه چله بزرگ داریم، یه چله کوچیک. میگن که اینا دوتا برادر بودن و حالا بهش میگیم این دوتا برادر چه بازی‌هایی داشتن. شب اول که در واقع شب چله و بلندترین شب سال ماست، یه سری کارهایی باید انجام میدادن، یه سری آداب و رسومی داشته. چی بوده؟ میوه‌هایی که تو قرمز بودن، مثل هندوانه، مثل انار، مثل لبو. خب قدیما که یخچال و فریزر این چیزا نبوده، از چیزایی استفاده می‌کردن که دوربرشون زیاد بوده. مثلا کنوس می‌گرفتن، به زمانش میچیدن، تو آب نمک می‌ذاشتن و این شب استفاده می‌کردن. و مهمترین چیز این شب غیر از اون چیزایی که خوردنی وجود داشته، که باید همه دوره هم باشیم. همه خونه بزرگ خانواده میرفتن و اینکه اون بحث محوریت خانواده و بزرگ خانواده حتما رعایت میشده. باور بر این بوده که هر کی در اون شب چله هندوانه حتی یه قاچم بخوره، در تابستان که بیجارکار میرفتن اون تشنه نمیشدن و اون تشنگی تابستان در اون فضای گرم تابستان اینا رو اذیت نمی‌کرده. بعضی جاها باور بر این بوده که باید اون شب 40 تا چیز می‌خوردن. خب مسلماً 40 تا چیز نمی‌شد، خب انسان وجود نداشته. می‌بودن چیزایی که خوردن حساب می‌کردن، به ازاش 40 تا دونه گندم برشته شده رو میل می‌کردن به نیت اون 40 تا غذایی که باید می‌خوردن. خب این شب خیلی خوبی برای تازه عروسا و تازه دامادها بوده. چرا؟ چون یه رسمی ما داریم به نام چله‌ای. یعنی اون شب اگه تازه عروسی داشتن، خانواده داماد میومده یه سری چیزایی رو مثل لباس، مثل کله‌قند، مثل کشمیش، هر چیزی که میتونسته رو میومده جدا میکردن، از قبل تهیه میکردن و بعد میومدن با همراهی دوستاشون داماد برای خونه عروس میبرده. با خوشحالی و با مسائل خاص خودش میبردن اونجا و خانواده عروس که میدونستن چنین رسمی وجود داره، اونها هم از قبل چیزی مثل پارچه و لباس و اینا آماده کرده بودن، به داماد میدادن. و در واقع شب بسیار خوبی برای نوعروسا و تازه دامادها بوده که همیشه اون شب در ذهنشون باقی میمونده. در این شب که اعتقاد دارن که بلندترین شب ساله و اون شب رو باید حتما آتش روشن میکردن و فکر میکردن که و باور بر این بوده که اون آتیش باعث میشه سرمای زمستان رو از خودشون دور کنن. این سرمای زمستان برای جامعه ما که دامدار بودن و کشاورز بودن بسیار مهم بوده. زمستان شروع میشه که فصل سرد ساله، از اون ور ما یه پیله چله داریم، یه کوچه چله داریم. پیله و چله، کوچه چله که با هم برادر بودن. در واقع کوچه چله چند روزه؟ 40 روزه. این 40 روز تا 10 بهمن که در واقع خیلی مصادف با جشن صده امام هست، تا 10 بهمن ادامه داشته و بعد از اون کوچه چله شروع میشه که برادر کوچیکه هست. برادر کوچیکه به برادر بزرگه برمیگرده، میگه که میدونی من اگه زمان تو رو داشتم یه جوری سرما میذاشتم که گر و خاص از سرما یخ بزنه. یعنی کسی که تو گهواره خوابیدم انقدر هوا سرد میشده که تو گهوارش یخ بزنه. برادر بزرگه میگه تو چقدر بیرحمی، خب باید مردم زندگی کنن دیگه. برادر کوچیکه خیلی تندتره ولی 20 روزه. و جالبش اینه که تو هواشناسی ما اکثر برف‌های سنگینی هم که اومده سال 83 86 توی کوچه چله بوده، یعنی توی اون 10 بهمن تا اول اسفند بوده و برف‌های سنگینی که در این موقع وارد شده. باور دیگه ای که وجود داشته مخصوصا تو جامعه دامدار ما اینه که فردای شب چله اگر در طویله که گاوا توش بودن رو باز میکردن، نگاه میکردن کدوم گاو اول از طویله بیرون میاد. اگه گاو سفیده میومده بیرون میگفتن امسال برف خیلی زیادی میاد. اگه گاو سیاهه میومده بیرون میگفتن امسال طوفان و بادهای خیلی شدیدی میاد. اگه گاو زرد و بور میومده بیرون میگفتن امسال خشکسالی داره و ما آب و هوای خیلی خوبی داریم. شب چله در جاهای مختلف استان گیلان، چه جمعیان تالش ها، گالش ها، گیل مردها، مردم کوهستان، مردم جلگه، در کلیتش یه سری آیین ها و باورداشت هایی بوده که مثل هم بودن و یه تفاوت هایی با هم دیگه داشته و اونهاست که کارو زیبا میکنه. و امیدوارم که شب چله خیلی خوبی داشته باشین. از الله میگم شب چله مبارک.